با جای خبر خانه خبر خوش آمده. در ششمین مرحله تبادله مادرتان اگم اسرار نمیشه، خاندانتان اگم که خبرتان اسیر کرد نمی کس خوارتان اسیر بگن اسیر. حماس 3 گروگان را با صلیب سرخ تحویل داد. گروه حماس بامداد شنبه 27 اونمون ما 3 گروگان اسرائیل را در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه تحویل مقامات صلیب سرخ کرد. اسلام آباد پناهگاه‌های TTP در افغانستان را مانع برای همکاری پاکستان با طالبان خواند. خاندانتان اگه پایگاه را چی در مهاجرین چی غرض دارین؟ خاندانتان اگه تنش در دولت ترامپ با دلیل اقدامات ایلان ماسک مادرتان نمیگه تصور که تو خاندان شما را اگه ایلان ماسک یک مادری هست که تا منفعتش نباشه ولی اگه دستتان سعی کنه. تعلیق فعالیت سازمان یونس آید کار تیمی بارکش با وضعیت اضطراری در افغانستان متوقف شد. رئیس اتحادیه کهن سرباز شوروی می توانست مانع سقوط حکومت نجیب شود. رئیس اتحادیه کهن سربازان جنگ شوروی در افغانستان میگوید دکتر نجیب سال 1991 میلادی از سازمان اطلاعات مرکزی امریکا CIA درخواستی 500 تن سوخت برای مخازن و موترهای جنگی کرده بود اما رد شد. اوپن آی پیشنهاد ایلان ماسک را برای خرید این شرکت رد کرد. مادر تگم ایلان ماسک یک رقم خریدن خاندان تراگم تو کسمادر هیچ خوش نداره که یک کشور دیگه یک سرمایه دیگر پیشرفت کنه. می که خص خوارت وری آمدی هر چیز خریدی حال دلش هست و اوپن های چیزا بخره. مادر تگم کرش سودا میکنه و از چینه. هشدار هنگری با اروپا جنگ اوکراین ادامه یابد با سرنوشت افغانستان دچار می شود. خاندانتان اگه خوب کشوری ضعیف و فقیر گیر کردن دیگه میگه گوی که شد مثل دیگه کشورها پارتن سر افغانستان. خاندانتان اگه نخست وزیر هنگری بار دیگر هشدار داد که ممکن است اوکراین با سرنوشت افغانستان دچار شود. ویکتور اوریما در مصاحبه با دکتر نتانیاهو چهره رسانه‌ای آمریکا گفت اگر دونالد ترامپ نتوان راه حل برای اوکراین بیابد این جنگ میتوان برای اتحادیه اروپا با افغانستان مبدل شود. خاندان ترگمی هنگری کدام کشور میشه؟ ما هیچ خوب نفهمیدم. ما هنگری مربوط آلمان است، مربوط خودش است. مقام های ایرانی از بازداشت 100 مهاجر افغان فاقد مدرک در سیستان بلوچستان خبر داد. فرمانده نظام شهروندان هیرومند آستان سیستان و بلوچستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی 100 مهاجر افغان فاقد مدرک را از سراسر این شهرستان بازداشت کردند و با افغانستان تخته کردند. مادرتان اگه کمیته حمایت از خبرنگاران خواست لغو ممنوعیت برنامه‌های سیاسی در رسانه‌های افغانستان شد. حکومت از طالباست هیچ گوی هم خورده نمیتونین هر چی گفت قبول کنین. خب چوب بگنه دکتون چوب میزنه. خب منابع از انفجار در داخل اداره احاطه طالبان در تخار خبر دادند. خاندان تانگای محلی مهنی ملاوی سیخرشچوک زورنای سیوریا. عربستان اقدامات کشورهای عربی را برای ارائه طرح درباره آینده غزه رهبری میکند. عربستان چیزی که رئیس جمهورش است کردیم در پاکستان. وزیر خارجه امریکا و ترکیه در برابر مقابله با تهدیدهای امنیتی گفتگو کردند. پایان خبرها میریم با جای خبر دیگر.